سلام دوستای عزیز، امروز با شما یک سفر از مزار شریف تا سمنگان داریم. قبل از سفر کمی خرید کردیم خاطر که در راه امکان داشت دکان پیدا نشه. یکان چیز به خوردن گرفتیم به مسیری را به خود ما. بار اولم بود که ما سمنگان می رفتم و در راه گفتن که آهنگ پلی کنیم و مرا گفتن بیا آهنگای تا پلی که گفتم من آهنگ که ماندم دیگه نگوین چرا قسم آهنگا رو میمونی، چون اگه خودتان دارین خودتان بانین. با جای نوشابه آب میوه گرفتم دیگه، گفتم چند وقت نوشابه خوردن رو بس کنم چون هم ضرر داره. هم چیپسک گرفتیم و همین چیزا یکان چیزا به خوردن خود گرفتیم به مسیر را تا خسته نشیم. مسیر را که دراز باشه آدم خسته میکنه، باید مصرف یک چیز کرده آدم خود بره به او مقصد. راه بسیار خوشایند بود، پر از مناظر زیبا، طبیعت زیبا، تازه، آدم پر انرژی میکرد. کوههای بلند از دور معلوم میشد. من خیلی کوه را خوش دارم. از راه خیلی لذت بردم از این مسیر، از این سفری که رفتم. هرچی به کوه نزدیک می شدیم و ما بسیار اقسام ذوق زده می شدم و بسیار خوش داشتم که نزدیک کوه برم. کمی انجیر خریدیم از راه و ای که به پلان رفته بودیم و چیز با خود نبرده بودیم، داخل خود خلط شدک. نزدیک کوه ها رسیدیم و خیلی خوشم میامد از این طبیعت. هوا آفتابی بود، درست نشد فیلم بگیرم و ای که موتورم رفت آمد داشت زیاد. چون بار اولم بود بلدیت نداشتم در مسیر را، مادر جانم برام معرفی میکردن هر قسمتی که میرسیدیم یا یکان جایی که میدیم اینجا کجاست نه و در را کننده من معرفی کرده رفتن مسیر را. برای کار دیدم یک فیلم از برای کار گرفتم، چون وقت نبود دلم بود پایین شوم و بغل بگیرم یک عکس یا ویدیویی بگیرم. در مسیر راه یک حادثه را دیدیم، یک موتور آتش گرفته بود. خیلی لحظه ترسناک بود اما خوشبختانه کسی را چیز نشده بود، یعنی کسی آسیب ندیده بود. این صحنه یادآوری شد که در سفر همیشه باید آماده اتفاقات غیر منتظره باشیم و باید در رانندگی خود خیلی احتیاط کنیم. رسیدیم به شهر سمنگان
که وقت نان چاشت بود و خیلی گشنه هم بودیم. چون من بلد نداشتم دیگه گفتن اینجا کباب خوب داره، یک رستوران رفتیم. یادم رفت فیلم بگیرم. این قدر غذای مزه‌دارم نبود اونجا. بعد از خوردن نان حرکت کردیم طرف درای زندان. گفتن میریم. قبلا نام درای زندان نشنیده بودم، یه فقط سمنگانه میفهمیدیم که تخت رستم اونجاست. قبلا براتون ویدیو تخت رستم ماندم. طبیعت زیبای فوق‌العاده، کوه‌های بلند، خیلی خوشایند بود برام. آفتاب خیلی شدید بود و نفهمیدم که ویدیو چه قسم آمده. یک طرف کوههای بلند و یک طرف هم ها بروان. منظره زیبایی که آدم محصور خودش میکنه. خیلی یک آب و هوای خوبیش داشت و خیلی خوش گذشت به من این سفر. از هر جایی که رسیم ویدیو گرفتیم، یعنی در مسیر راه تلفن دستم پایین نبود. پیش از اینکه داخل موتر بود دیگه گفتم بگویا چه قفلم گرفتی. گفتم خودم گفتم سعی کنین نادیده آوری قفلم میگیرم. خب خواستم یک یادگاری بانه از این سفر برم. از یکی از مزار تا سمنگان آمدیم. از هم که به من از سمنگان تا در زندان خیلی لذت بخش بود. چیز خاص نی، فقط کوه بود و از کوه ها لذت بردم بیشتر. کوه ها، درخت، آب روان،
در چی جاهای انسان ها زندگی می کند. دوست دارم زندگی کردن در دور از شهر، اما کمک های صحی به اوج خیلی کم است. یک قسمت از این مسیر دیدم که یکی نزدیکای آب که در پایین جر بود، اون پایین راکی بود دیگه. در اونجا زندگی میکرد. از دور دیدم خیلی جالب بود دارم زندگی کردن در چی جاهای مردم زندگی میکنن. زندگی خوشایند است در جایی که حداقل عزیزان گردت باشه. در این زندان هم نشد، در مسیر را نزدیکای در این زندان بودیم که گفتن فامیل اجازه نیست. دوباره حرکت کردیم داخل سمنگان آمدیم، یک سری هم به تخت رستم زدیم و نزدیکای دیگر بود که دیگر آزان داد. حرکت کردیم طرف مزار شریف که تا ساعتهای 9 بجه شب خانه رسیدیم دیگه. ما هم غروب آفتابم پشت کوه ها خیلی صحنه فوق العاده بود. چقدر زیبا معلوم می شود. دیدن طبیعت هیچ وقت آدم خسته نمی کنه. هر بار که ببینی یک هیجان خاص داره. مناظر اطراف طبیعت هر بار که ببینی همیشه چشم نواز هستن. خیلی به چشم خوش میخورد به دل انسان. هوا هم تاریک میشد. یک روز مکمل ما به سفر تیر کردیم. کنه قروت بگیریم گفتیم از مسیر را. تا رفتن قروت خوردیم. هر چیزی که با خود برده بودیم باقی مونده شده. مسیر را خورده رفتیم تا طرف مزار شریف. شب که به مزار رسیدیم خیلی خسته بودیم اما خوشحال از اینکه یک سفر به سمنگان رفتیم. کل مسیر دارم خیلی خوش گذشت. و این جدموتر همگی میگن هیچ جای به مزار نمیرسن. خیلی مگه مزار کمونی چشمای ما روشن شد، چون کل مسیر خیلی هوا تاریک شد. وقتی که شب شد مزار که آمدیم دیگه همه جای روشنی بود، گروپا بود.
دوستای عزیز، این هم بود سفر ما از مزار شریف به سمنگان. این سفر برام پر از هیجان بود. از مناظر زیبا لذت بردم. اتفاقات غیر منتظره رخ داد. خلاص خاطرات جذاب بجامد. امیدوارم شما هم از این سفر خوشتون آمده باشه، لذت برده باشین.